سلام و به برنامه ما خوش آمدید. طاهری سفر هستم با اخبار امروز دوشنبه 13 ایون. امروز در شهر وحدت مراسم دفن یکی از وکیلان شناخته در تاجیکستان برگزار شد. در مراسم دفن исҳоқ Табаров همدهگان، نزدیکان و همچنین چندی از ادیبان تاجیک از جمله بازار صابر، مهمان بختی و نور Табаров حضور داشتند. исҳоқ Табаров روز 12 ایون در یکی از شفاخانه‌های دوشنبه درگذشت. نزدیکانش میگویند او برای حمایت از حقوق زید سعیدов صاحبکار شناخته و وزیر سابق صنعت که در زندان است پیوسته زیر فشار قرار داشت. کاری که исҳоқ Табаров و دو نفری که دیگری که در برش بودن دفاع حقوق زید سعیدов بر عهدهشان بود، کاری که اینا کردن از بهترین و بزرگترین حمایتگرانی که نه تنها در جمهوری هستند، من با کمال مسئولیت نمیتونم که عرض کنم، حتی بیرون از آن این عهده کردن نمیتونستم. طبیبان گفتند سبب مرگ исҳоқ Табаров سکته قلب بوده است. اطرافیانش میگویند исҳоқ Табаров بعد از به زندان محکوم کردن دو فرزندش در حق آنها میسوخت. یک پسر او فیروز Табаров با گناه زرخریدی بعد 13.5 سال و دلیر Табаров فرزند دومش برای پنهان داشتن جنایت به 6 ماه زندان محکوم شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حمله مرگبار به طربخانه همجنس بازان را که 50 نفر کشته بر جای گذاشت عملی تروریستی و سرشار از نفرت نامید. باراک اوباما در این باره روز 12 ایون در کاخ سفید صحبت کرد. تفتیش در مرحله ابتدایی است، ولی ما می‌دانیم که این یک عملی تروریستی و سرشار از نفرت میباشد. همه ما آمریکایی ها در غم و غصه نشسته ایم. برای حمایت حقوق مردممان چاره خواهیم اندیشید. با گفته مقامات انتظامی، عمر متین افغان و زاده آمریکا با تیراندازی در کلوب شبانه همجنسگرایان در ایالت فلوریدا در بامداد روز 12 ایون 53 نفر دیگر را زخمی کرد. عمر متین از تیر ماموران پلیس کشته شد. به گفته مقامات او قبل از حمله به گروه دولت اسلامی سوگند وفاداری داده است. مقامات آمریکا روز 12 ایون گفتند تا کنون هیچ ارتباط مستقیم بین عمر متین و یا گروه دولت اسلامی یا سازمان‌های بین المللی تروریستی پیدا نکردند. در یک همایش بین المللی در شهر دوشنبه مقامات تاجیکستان و نمایندگان سازمان ملل و جامعه مدنی راههای پیشگیری از افراتگارایی را بررسی کردند که سالهای اخیر در تاجیکستان زیاد شده است. در همایش سیراج‌الدین اسلف وزیر امور خارجه گفت در استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراتگارایی برای 4 سال آینده شیوه‌های ریشه‌کن کردن این ظهورات خطرناک مشخص شده است که بالا بردن آگاهی نابالغان و جوانان از خطر تروریسم و افراطگرایی راه ندادن به اندیشه‌های تروریستی و افراطی در جامعه است. در این باره شارحان میگویند حکومت باید از احتیاط کار بگیرد. حکومت ما بسیار سخت نسبت به مردم و اهل اسلام میکنند. این عامل ها آهسته آهسته میبرد مردم رو با رادیکالیسم، به آن معنا که رادیکال ها یعنی که تندرو ها این خطاهای این چاره های حکومت رو همچون دستک در ترغیب و ترویج ضد دولت تاجیکستان استفاده میبرند. در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر با گناه عضویت در سازمان‌های افراطگرای دینی به زندان محکوم شدند و به اعتراف خود مقامات بیشتر از 1000 نفر هم به سوریه و عراق رفتند و به صف گروه افراطگرای دولت اسلامی پیوستند. شام شنبه 11 ایون در صحن مهمانخانه سرین در شهر دوشنبه نمایش پیراهن‌های یکی از طراحان جوان تاجیک برگزار شد. خورشید ستاروف در این روز عین کالکسیای لباس‌های را نمایش داد که چند پیش او را در آزمون طراحان آسیای مرکزی سزاوار جای اول کرد. اهل محفل پیراهن‌های را که نقش و نگاری تاجیکی در آنها برجسته هویداست ستایش کردند. خود طراح گفت نقشه دارد هواداران مد در فرانسه را با نقش و نگار ملی تاجیکی آشنا کند. گلدوزی‌های ملی استفاده برده شده است و رنگ‌های آنها را ما آمیخته کردیم و انتخاب رنگ به نهایت تغییر داده شده است. در این لباس‌ها با 2 رنگ استفاده بردیم گلدوزی‌های ملی و نقش و نگار را نیز ما در این کالکسیای خود عموما دیگرگون ساخته. خورشید ستاروف یکی از آن طراحان تاجیک است که در پیراهن‌هایش از عنصرهای لباس‌های ملی تاجیکی بسیار استفاده می‌برد و بسیاری از آوازخوان‌ها برای تهیه لباس‌های مخصوص هم به او مراجعت می‌کنند.
همزمان با ادامه مسابقات هیجان انگیز فوتبال اروپا در تاجیکستان بازی‌های مسابقات لیگای عالی کشور ادامه دارد. روز 12 میون در ورزشگاه مرکزی فرخار دسته فوتبال ناحیه حاصلات با استقلال قهرمان تاجیکستان بازی کرد. این بازی در حضور 8500 مخلص با حساب 1-1 خاتمه یافت. عین زمان استقلال در جدول مسابقات با 20 امتیاز در جای اول قرار دارد و حاصلات با 15 امتیاز در جای دوم است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صحیفه‌های ما در فیسبوک و توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.